13 سال پیش در سال 2010 زمانی که خانواده سلطنتی امارات متحده عربی برای مذاکرات تجاری با شرکت‌های فناوری پیشرفته به ایران سفر کرده بودند، من شاهزاده عبدالله حسن جوان برای اولین بار به همراه خانواده‌ام قدم به این سرزمین باستانی گذاشتم. آن زمان ایران در چشمان نوجوانی چون من ترکیبی شگفت‌انگیز از تاریخ کهن و تلاش برای رسیدن به قله‌های مدرنیته بود. بازارهای قدیمی تهران با عطر ادویه‌ها و صدای مسگران در کنار برج‌های سر به فلک کشیدهایی که نماد پیشرفت بودند تضادی دلنشین در ذهن من حک کرده بود. خاطرهای محو اما شیرین از مهمان‌نوازی و غرور مردمی که به تاریخ و فرهنگ خود می‌بالیدند. زمان چون باد گذشت و من که اکنون در دهه چهارم زندگیم قرار داشتم در ژوئن 2023 بار دیگر به ایران بازگشتم. این بار اما در جایگاه یکی از اعضای هیئت عالی‌رتبه دربار اجمان با هدفی مشخص برای تبادل فناوری و گسترش همکاری‌های اقتصادی. روزها به بازدید از مقرهای شرکت‌های بزرگ فناوری و برج‌های اداری سپری می‌شد. در میان جلسات رسمی و لبخندهای دیپلماتیک دردی پنهان و شرم‌آور هر لحظه بیشتر بر من چیره می‌شد. در یکی از همین بازدیدها در حالی که رنگ از چهرهام پریده بود و به سختی قدم برمی‌داشتم به کمک یک مرد ایرانی از هیئت نمایندگی جدا شدم و به مکانی خصوصی رفتم. آن مرد رئیس تیم ایرانی آقای رضایی بود، کسی که تا چندی پیش او را سرسخت‌ترین رقیب و مایه آزار خود می‌دانستم. حقیقت این بود که من شاهزاده عبدالله حسن ماه‌ها بود که در ترسی دائمی زندگی می‌کردم، ترس از فاش شدن رازی که می‌توانست غرور و جایگاه مرا خدشه‌دار کند. اما تقدیر بازی عجیبی را برایم رقم زده بود. سرنوشت کاری کرد که این راز توسط همان کسی فاش شود که بیش از همه از او بیزار بودم، آقای کامران رضایی، مدیر پروژه از همان کشوری که روزی با تحسین به آن نگریسته بودم. دیگر راهی جز تسلیم نداشتم. باید به همراه او به تهران می‌رفتم تا درمانی برای دردم بیابم. اما داستان این شاهزاده عرب و سفر غیرمنتظرهاش به ایران چگونه رقم خورد؟ با من همراه باشید تا سرگذشتم را برایتان بازگو کنم. سلام، من عبدالله حسن هستم، ساکن امارات متحده عربی و یکی از اعضای خاندانی سلطنتی که شکوه و افتخار نیاکانمان را به ارث برده‌ایم. بسیاری به اشتباه تصور می‌کنند که امارات متحده عربی یک کشور واحد است، اما در حقیقت فدراسیونی است، متشکل از 7 شیخه نشین که هر یک توسط یک امیر اداره می‌شود. خاندان ما یکی از این 7 خاندان حاکم است و ما به این میراث عمیقاً افتخار می‌کنیم. برای شرکت‌ها و دولت‌های سراسر جهان همکاری با خاندان ما یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود. از این رو هر طرفی که با ما وارد معامله می‌شود ناگزیر به پذیرش شرایط ماست، چرا که نفس تجارت با ما خود ارزشی غیرقابل انکار دارد. ما شرایطی بی‌نظیر فراهم می‌کنیم، منابع عظیمی را به کار می‌گیریم و پاداش‌هایی سخاوتمندانه عطا می‌کنیم. به عنوان یک شاهزاده عرب تمام هم و غم من ثروتمندتر کردن امارات متحده عربی است، به ویژه در پیشبرد پروژه توسعه شهری دبی که یکی از اولویت‌های ملی ما به شمار می‌رود. کشورهای بسیاری آرزوی مشارکت در این پروژه عظیم را دارند. در این میان فناوری پیشرفته و دانش فنی ایران در دنیای عرب شهرتی دیرینه و اثبات شده دارد. از این رو تصمیم گرفتیم تا در زمینه انقلاب صنعتی چهارم و ساخت شهرهای آینده با ایران همکاری کنیم. اما در این میان یک نفر بود که آرامش را از من سلب کرده بود، آقای کامران رضایی، مدیر تیم ایرانی. در تمام طول پروژه رفتار او با من که یک شاهزاده بودم به شدت سرسختانه و خالی از تملق بود. معمولاً در حضور شخصی با جایگاه من همه تمام تلاش خود را می‌کنند تا دستورات را بیچون و چرا اجرا کنند. اما آقای رضایی بر عقاید خود پافشاری می‌کرد و نظراتش را صریح و بی‌پرده بیان می‌نمود. با اینکه بارها خواستم از قدرتم برای تحت فشار قرار دادنش استفاده کنم، هر کلام او آنچنان منطقی و مستدل بود که نه تنها من بلکه مدیران تیم‌های سایر کشورها نیز با تکان دادن سرسخنانش را تایید می‌کردند. من سرمایه هنگفتی را به پروژه تزریق کرده بودم و انتظار داشتم کارگران شبانه روز کار کنند تا پروژه هرچه سریعتر پیش از آغاز ماه مبارک رمضان به پایان برسد. در طول ماه رمضان حتی فردی چون من نیز نمی‌تواند کارگران را به کار وادارد. بنابراین در منطقه ما رسم بر این است که اکثر پروژه‌های عمرانی پیش از این ماه به اتمام برسند. مدیران تیم‌های دیگر کشورها نیز با این رویکرد موافق بودند، اما آقای رضایی به شدت مخالفت کرد.
او با قاطعیت گفت افزایش بیرویه ساعات کاری تنها به خستگی مفرط کارگران و بروز حوادث ناگوار منجر خواهد شد. یک کارگر خسته یک کارگر ناکارآمد و در معرض خطر است. او پیشنهاد داد که با فراهم کردن استراحت کافی و برنامه‌ریزی دقیق نه تنها بازدهی کار افزایش می‌یابد و خطر حوادث کاهش پیدا می‌کند، بلکه حتی ممکن است پروژه زودتر از موعد به اتمام برسد. از آنجایی که تیم مهندسان و متخصصان ایرانی پیش از این چندین آسمانخراش عظیم را در قلب دبی با موفقیت ساخته بودند، نمی‌توانستیم به سادگی از کنار حرف‌های او بگذریم. وقتی آقای رضایی این چنین مستدل و منطقی سخن می‌گفت، دیگر مدیران و حتی کارمندان عرب خودمان نیز حرفی برای گفتن نداشتند. من ناچاران نظر او را پذیرفتم، اما در اعماق وجودم آتشی از خشم شعلهور بود. احساس می‌کردم این مرد که از کشوری دیگر آمده قدر و جایگاه مرا نمی‌شناسد. او تقریباً همسن من به نظر می‌رسید، اما در هر فرصتی با من مخالفت می‌کرد و این در حالی بود که من به خاطر مسائل دیگری نیز تحت فشار شدید روحی قرار داشتم. به همین دلیل کنترل احساساتم را به راحتی از دست می‌دادم، به خصوص در روزهایی که مجبور بودم ساعت‌های طولانی در جلسات بنشینم. تنها آرزویم این بود که جلسه هر چه زودتر تمام شود تا به اتاق یا خانه‌ام بازگردم و کمی آسوده باشم. اگرچه بخشی از این فشار به خاطر آقای رضایی بود، اما منبع اصلی استرس من در آن روزها بیماری بواسیر بود. 2-3 ماه پیش بود که مشکلات گوارشیام آغاز شد، یه بوست روز به روز شدیدتر میشد و در نهایت به این بیماری دردناک مبتلا شدم. در آب و هوای گرم و خشک امارات کوچکترین بهبودی در وضعیتم حاصل نمیشد. اگرچه روشن کردن تهویه مطبوع در اتاق کمی کمک میکرد، اما ماندن تمام روز در فضای بسته نیز حس ناخوشایندی به من میداد و احساس میکردم سلامتیام را بیشتر به خطر میاندازد. این اولین بار بود که چنین اتفاقی در خاندان سلطنتی ما رخ میداد و این موضوع باعث نگرانی شدید بستگان و بزرگتران فامیل شده بود. اما مهمتر از همه، اگر کارمندان یا نمایندگان کشورهای دیگر از بیماری من باخبر می‌شدند، این یک رسوایی بزرگ و مایه شرمساری بود. به همین دلیل از نظر جسمی و روحی به شدت خسته و دردمند بودم. فقط کسی که خود این درد را تجربه کرده باشد می‌فهمد که نگرانی روزانه تا مرز جنون چه عذابی است. هر روز علایم متفاوتی داشتم، گاهی لکه‌های خون روی دستمال کاغذی، گاهی دردی چنان تیز در ناحیه مقعد که گویی در حال پاره شدن بود. اما دردناکتر از آن این بود که این درد هنگام فعالیت در فضای باز نیز همراه من بود. نمی‌توانستم راحت بنشینم و از آنجا که نمی‌خواستم در مقابل آقای رضایی که مدام مرا به چالش می‌کشید ضعف نشان دهم، مجبور بودم درد را در چهرهام پنهان کنم. علاوه بر این، به عنوان یک عضو خاندان سلطنتی مجبور بودم هر روز از چفیه و عقال استفاده کنم که باعث تعریق شدید می‌شد. من واقعاً می‌ترسیدم که این راز در تمام کشور پخش شود و جرات نمی‌کردم به راحتی به بیمارستان مراجعه کنم. با وجود اینکه پزشک مخصوص دربار هر روز مرا معاینه می‌کرد، اما تمام داروهای ممکن را امتحان کرده بودیم و دیگر راهی باقی نمانده بود. اگر بیماری بدتر می‌شد، تنها گزینه باقی مانده جراحی بود. آقای رضایی از وضعیت من بیخبر بود و هر روز فشار را بیشتر می‌کرد. او می‌گفت نظارت بر پروژه توسعه شهری امری حیاتی است و بالاترین مقام تصمیم گیرنده، یعنی شما باید حداقل هر 2-3 روز یک بار شخصاً در محل پروژه حضور یابید. به همین دلیل او اغلب به بهانه بالا بردن روحیه کارگران و هوشیار نگه داشتن همه برای کاهش خطاها مرا به کارگاه ساختمانی می‌کشاند. گاهی نیز خبرنگاران را با خود می‌آورد تا به مردم امارات نشان دهد که ما چقدر به کارمان اهمیت می‌دهیم. در آب و هوای پر از گرد و غبار امارات تکان خوردن لباسهایم در باد نگرانی مرا نسبت به پایین‌تن‌هام بیشتر می‌کرد. داشتم دیوانه می‌شدم. این کارگران نبودند که باید هوشیار می‌ماندند، بلکه این من بودم که باید هر لحظه مراقب خود می‌بودم. به همین دلیل به شدت زودرنج شده بودم و جای تعجب نبود که اغلب بر سر آقای رضایی که همیشه مرا به بیرون فرا می‌خواند فریاد می‌کشیدم. اما او در مقابل همه با لبخندی دوستانه پاسخ می‌داد و در حضور کارمندان از من تمجید می‌کرد. این شاهزاده بزرگ را ببینید، هر بار شخصاً برای دلگر می‌دادم به کارگران به اینجا می‌آیند. به همین دلیل است که روحیه و کارایی کارگران افزایش یافته است. با این کارها شهرت و اعتبار من نیز بیشتر می‌شد. او شخصیتی با جذابیتی عجیب داشت که واقعاً نمی‌شد از او متنفر بود. یک روز هوا به شدت گرم بود و تمام بدنم خیس عرق بود، اما باز هم مجبور بودم برای بازرسی به محل پروژه بروم.
طبق معمول پس از گشتی در محوطه به دلیل گرمای طاقت فرسا تصمیم گرفتم سریعاً به اقامتگاهم بازگردم. نگران بودم که عرق بدنم به ناحیه مقعد نفوذ کند و درد را تشدید کند. با عجله به سویتم بازگشتم، فوراً لباسهایم را از تن درآوردم و با خیالی آسوده روی مبل نشستم تا پایین تنهام کمی هوا بخورد. وقتی اضطرابم از بین رفت نسیم خنکی را احساس کردم. اما درست در همان لحظه در باز شد و کسی وارد شد. او دشمن قسم خورده من آقای رضایی بود. آقای رضایی گفت که برای موضوع مهمی باید با من صحبت کند و به سمت من آمد. من آنقدر نگران وضعیت خودم بودم که متوجه نشدم او کی وارد شده است. هنوز شلوار به تن نداشتم که روی مبل نشسته بودم. هر دوی ما از شدت تعجب زبانمان بند آمده بود. آقای رضایی به سرعت در را قفل کرد و با لحنی آرام و جدی گفت کسی که چنین کار مهمی برای کشورش انجام می‌دهد نباید با چنین بیماری سختی دست و پنجه نرم کند. حتما پنهان کردن این راز برایتان بسیار دشوار بوده است. به نظر من بهتر است هرچه سریعتر برای درمان اقدام کنید. آقای رضایی فوراً با شخصی تماس گرفت و سپس از من پرسید شرکت ما یک پزشک فوق‌العاده ماهر دارد. آیا مایلید ابتدا ایشان شما را معاینه کنند؟ اما در آن لحظه فاش شدن رازم توسط آقای رضایی بیش از هر چیز دیگری مرا دچار شرمی عمیق کرده بود. علاوه بر اینکه کسی بخواهد آن ناحیه از بدنم را معاینه کند برایم غیرقابل تحمل بود. با عصبانیت بر سرش فریاد زدم که فوراً بیرون برود و تهدیدش کردم که اگر این راز را فاش کند با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. اما او دست برانداشت و به اصرارش ادامه داد قربان سلامتی شما متعلق به کشورتان است، نه فقط به شخص شما. با شنیدن این جمله با وجود خشمی که تمام وجودم را فرا گرفته بود لحظه‌هایی درنگ کردم و به فکر فرو رفتم. از آنجایی که پزشک مخصوص دربار تمام تلاشش را کرده بود و من نیز جرات رفتن به بیمارستان‌های امارات را نداشتم، از او خواستم کمی به من فرصت دهد تا فکر کنم. او گفت بیرون منتظر می‌ماند. پس از تفکری عمیق تصمیم گرفتم پیشنهادش را بپذیرم. 1 ساعت بعد یک پزشک ایرانی به اقامتگاهم آمد. پزشک پس از معاینه گفت در چنین کشور گرم و خشکی راه رفتن طولانی و پوشیدن لباسهای ضخیم و بدون تهویه به هیچ وجه توصیه نمی شود. به نظر می رسد بیماری شما مدت هاست که ادامه دارد. اگر هرچه سریعتر درمان نشود ممکن است به بیماری های جدی‌تری تبدیل شود. او با لحنی دلگرم کننده ادامه داد چرا تا به حال به بیمارستان مراجعه نکرده اید؟ این تعلل برای سلامتی شما خوب نیست. در نهایت کلام آرام و متین این پزشک ایرانی مرا تحت تأثیر قرار داد و قلبم را به روی او گشودم. پس از شنیدن تمام داستان من آقای رضایی پیشنهادی داد پس با من به ایران بیایید و درمان شوید. اگر به آنجا بروید سایر اعضای خاندان سلطنتی و مردم از این موضوع باخبر نخواهند شد. علاوه بر این فناوری پزشکی ایران در سطح اول جهان قرار دارد پس مطمئن باشید مشکلی پیش نخواهد آمد. من کمی تردید کردم. حتی پزشک مخصوص دربار که به مهارتش شهرت داشت با انواع داروها نتوانسته بود بیماری مرا کنترل کند. آیا سفر به ایران واقعاً کمکی می‌کرد؟ به یاد آوردم که 13 سال پیش زمانی که نوجوان بودم به همراه خانواده به ایران سفر کرده بودم. در آن زمان یکی از بستگانم که از دردی مشابه رنج می‌برد پس از درمان در ایران بسیار راضی بود. درست در همین زمان منشی دربار اطلاع داد که 1 هفته بعد هیئتی برای تبادل فناوری به ایران اعزام خواهد شد. با خودم فکر کردم که میتوانم به عنوان عضوی از این هیئت به ایران بروم و در کنار آن به بیمارستان نیز مراجعه کنم. این نقشه را با آقای رضایی در میان گذاشتم. او گفت که این ایده بسیار خوبی است و از قبل با بهترین جراح کولورکتال در تهران هماهنگ خواهد کرد. من کارهای کارگاه را به معتمدترین کارمندم سپردم و با امیدواری فراوان راهی ایران شدم. خاطرات سفر دوران نوجوانیام به ایران دیگر محو شده بود، اما وقتی هواپیما در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به زمین نشست شگفت‌زده شدم. فرودگاه فضایی بسیار مدرن و پیشرفته داشت و به نظرم از فرودگاه‌های امارات تمیزتر و منظم‌تر بود. به عنوان یک عضو خاندان سلطنتی با استقبال گرمی از سوی طرف ایرانی مواجه شدم. اما من مخفیانه به همراه آقای رضایی از هیئت جدا شدم و به بیمارستانی که او از قبل هماهنگ کرده بود رفتم. در راه هزاران فکر از ذهنم می‌گذشت. چرا من با آقای رضایی که زمانی آنقدر از او متنفر بودم به اینجا آمدم؟ آیا اعتماد به او تصمیم درستی بود؟
اگر درمان موفقیت‌آمیز نباشد چقدر شرمنده خواهم شد. اما تمام نگرانی‌های من 30 دقیقه پس از رسیدن به بیمارستان از بین رفت. پزشک ایرانی پس از معاینه مقعدم گفت: تحمل این حد از بیماری حتما بسیار دردناک بوده است. چطور تا به حال صبر کرده اید؟ به نظر می رسد مدت‌هاست که این درد را تحمل می کنید. اگرچه بیماری شدید به نظر می رسد، اما اگر در اینجا تحت درمان قرار بگیرید و استراحت کافی داشته باشید تنها در عرض 3 روز به بهبودی کامل خواهید رسید. کلام قاطع و صریح پزشک ایرانی باعث شد به او اعتماد کنم. از او خواستم که هرچه سریعتر درمان را آغاز کند و تضمین دهد که بیماری هرگز باز نخواهد گشت. پزشک نوعی جراحی خاص به نام استپلر همورویدوپکسی را پیشنهاد داد که درد کمتری داشت و دوره بهبودی آن سریعتر بود و برای شرایط من کاملا مناسب بود. برای من این یک بیماری جدی بود، اما جراحی سریعتر از آنچه تصور می‌کردم تنها در عرض 25 دقیقه به پایان رسید. پس از جراحی پزشک توصیه کرد که حدود 1 روز استراحت کنم. به همین دلیل به یک بخش ویژه منتقل شدم تا بتوانم در آسایش کامل دوران نقاهت را سپری کنم. امکانات بیمارستان فوق‌العاده بود و با بهترین بیمارستان‌های دبی برابری می‌کرد. پزشک نیز بسیار مهربان و دلسوز بود. در حالی که روی تخت دراز کشیده بودم با خودم فکر می‌کردم چرا زودتر برای چنین درمانی به اینجا نیامدم. در نهایت اعتماد به آقای رضایی تصمیم درستی بود. این روش درمانی تنها با بیهسی موضعی انجام میشد، نیازی به ناشتا بودن نداشت و حتی لازم نبود در بیمارستان بستری شوم، میتوانستم همان روز جراحی و همان روز به خانه بازگردم. من واقعاً تحت تأثیر فناوری پزشکی ایران قرار گرفتم. در روز جراحی پزشک به ملاقاتم آمد و پیشنهاد کرد که 2-3 روز در بیمارستان بمانم تا بهبودی کامل حاصل شود. از آنجایی که باید پس از پایان مأموریت به همراه هیئت به کشورم باز میگشتم باید هرچه سریعتر بهبود میافتم. به او گفتم که هدف اصلی من از این سفر همین موضوع بوده است، بنابراین به توصیه‌های پزشکی عمل خواهم کرد. پرستار آمد و روش‌های بهبودی بدن را توضیح داد که شامل نشستن در وان آبگرم، حمام سیتس بود. ایران واقعاً همه چیز داشت. من فیزیوتراپی با استفاده از تمرینات تقویت عضلات کف لگن و دستگاه‌های مختلف الکتروتراپی را یاد گرفتم. بهترین محصولات بهداشتی و درمانی را خریدم تا با خود به امارات ببرم و تعدادی را نیز به عنوان هدیه برای سایر اعضای خاندان سلطنتی تهیه کردم، زیرا شنیدم که برای بانوان نیز بسیار مفید است. چند روز بعد پیش از ترک ایران برای آخرین معاینه مراجعه کردم. پزشک با لبخند گفت که بهبودی بسیار خوب بوده است و از من خواست که 3 ماه دیگر برای معاینه مجدد مراجعه کنم. در حالت عادی باید 1 ماه بعد مراجعه می کردم، اما از آنجایی که در دوران نقاهت به خوبی از خودم مراقبت کرده بودم مشکلی پیش نخواهد آمد. علاوه بر این اگر مشکلی پیش می آمد می توانستم فوراً با هواپیمای شخصی به ایران بیایم، زیرا او با رئیس بیمارستان هماهنگ کرده بود. من به همراه هیئت به وطنم بازگشتم. 3 ماه گذشت و اکنون من می توانم به طور عادی زندگی کنم. بار دیگر به بیمارستان در ایران آمدم، این بار با قدم‌های سبک و با جعبه‌های فراوانی از میوه و سوغاتی. هوای ماه سپتامبر در تهران بسیار دلپذیر بود و این سفر را برایم مانند یک گردش لذت بخش کرده بود. من از آقای رضایی و بیمارستان‌های ایران که زندگی جدیدی به من بخشیده بودند بی‌نهایت سپاسگزار بودم. زندگی من که زمانی پر از اضطراب و نگرانی بود اکنون کاملاً دگرگون شده بود. همزمان از اینکه زمانی ایران را دست کم گرفته بودم احساس شرمندگی می‌کردم. می‌خواستم به نوعی محبت بیمارستان و آقای رضایی را که همیشه بداخلاقی‌های مرا تحمل کرده بود جبران کنم. از آنها پرسیدم که چه کمکی از دستم برمی‌آید و گفتم حاضرم هر کاری انجام دهم. اما بیمارستان تنها گفت که آنها وظیفه‌شان را انجام دادند و هزینه جراحی کافی است. آقای رضایی که در کنارم ایستاده بود پیشنهادی داد: نظرتان در مورد اهدای مبلغی به نام دربار اجمان چیست؟ او گفت که این کار به تقویت روابط دوستانه بین ایران و امارات کمک می‌کند و همزمان وجه خاندان سلطنتی را نیز ارتقا می‌بخشد. من بار دیگر از دوراندیشی و هوش آقای رضایی شگفت‌زده شدم. فوراً مبلغی معادل $100,000 به بیمارستان اهدا کردم، اما خواستم که نام اهدا کننده تغییر کند و این کمک به نام یک بیمار قدردان از حاشیه خلیج فارس ثبت شود.
این کار نه تنها درد و رنج مرا درمان کرد، بلکه باعث شد کار خیری برای بیماران نیازمند انجام دهم و این موضوع مرا سرشار از غرور و افتخار کرد. می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و بار دیگر از آقای رضایی و کادر درمانی بیمارستان در ایران تشکر کنم. آنها یکی از به‌یادماندنی‌ترین دوران زندگیام را برایم رقم زدند. اگر هر یک از هموطنان عرب من با مشکلی مشابه روبرو هستند، به آنها توصیه می‌کنم که حتی اگر راه دور است به بیمارستان‌های ایران مراجعه کنند. این داستان شاهزادهای عرب بود که به خاطر مشکلی شرم‌آور رنج می‌برد به بیمارستانی تخصصی در تهران آمد و در عرض یک روز درمان شد. داستان امروز چطور بود؟ شما می توانید در بخش نظرات برای شاهزاده عبدالله پیام‌های دلگرم کننده خود را بنویسید. از همه شما سپاسگزارم.